یه بخش دیگه از کلیشه هایی که تغییر کرد به نظرم در ذهن برخی از حالا سیاسیون ما یا نخبگان ما همین بود که آقا ما تصویر خوشبینانه‌ای نسبت به نظم جهانی داشتیم. این تصویر شکست. اصلی ترینش هم مثلا همون بحثی بود که آقای قوچانی طرح کرد که آقا ما نسبت به غرب بدبین شدیم. خب این چون همیشه این تصور به خصوص از دهه 70 توسط قشری از نیروهای سیاسی ما برجسته میشد که آقا یه نظم عادلانه‌ای بر جهان هست، یه سیستم متعارفی بر جهان حکم فرماست و ما هم باید توی این سیستم یه رفتار نرمالی داشته باشیم و چون رفتار نرمال نداشتیم باید تنش زدایی کنیم. در واقع باید اون انگاره هایی که راجع به ما وجود داره رو بشکنیم. خب حالا غیر از این حمله رژیم صهیونیستی به ما در غزه هم شما دیدید که گفته میشه نزدیک 500,000 نفر مفقود شدن. همه محیط زیست غزه نابود شده. چند 10,000 کودک از بین رفتن. محیط زیست غزه عرض کردم نابود شده. میراث فرهنگی غزه کلا نابود شده. بیمارستان ها، آموزشگاه ها، مدارس، مراکز فرهنگی و اجتماعی همگی از بین رفتن و در دنیا هم اتفاقی نیفتاد. دنیایی که مثلا 2 تا درخت اگه یه جایی قطع میشد خلاصه یه تلاطمی ایجاد میشد در گروه های محیط زیستی، در جریان های نمیدونم سبز، جنبش های محیط زیستی، کلا روشون اون طرف کردن، خیال شدن. میراث فرهنگی ها بی خیال شدن نگاهشون. انسانگراها، پزشکان بدون مرز، همه اینا خلاصه یه جورایی اکثرا سکوت کردن یا خیلی واکنش خیلی رقیقی از خودشون نشون دادن. تو همین ماجرا هم علیرغم اینکه ما وسط مذاکرات بودیم و امتیازهای خوبی هم گویا این چیزی که بلینکن گفت اگه واقعیت داشته باشه، گویا ما دیگه آقا زیر 1% غنیسازی زیر 1% هم گویا پذیرفتیم. حالا دقیق نمیدونیم، حتی گفتیم آقا راجبه مثلا موشکامون هم میتونیم مذاکره کنیم، حالا بیاید ببینیم چی میشه. یعنی انعطاف قابل توجهی از خودمون نشون دادیم، اما وسط مذاکرات در واقع غافلگیر شدیم و بعد بدون در واقع پشتوانه حقوقی یا سیاسی حمله اتفاق افتاد که حتی مثلا به تأسیسات هسته‌ای ما هم حمله شد بدون اینکه مثلا آژانس انرژی اتمی، آژانس جهانی انرژی اتمی مثلا حتی محکوم کنه، یا مثلا شورای امنیت حتی این حمله رو محکوم نکرد. خب این نشون میده که نظم متعارف و منطقی بر جهان حکم فرما نیست، یه جوری گویا قانون جنگله. هر کسی زورش بیشتره حرف اون باید به کرسی بشینه. و حتی مثلا شما دیدید وزیر امور خارجه آلمان گفت که این یه کار بدیه، کثیفیه، ولی ما میدیم رژیم صهیونیستی در منطقه انجام بده. یعنی حتی حاضر نیستن خودشون دستشون رو آلوده کنن به این کار کثیف، ولی اینو کار کثیفی میدونن ولی انجامش میدن. این یعنی یه جنگل جهانی، هر کسی زور داره. همین وزیر امور خارجه فرانسه گفت آقا زور داریم، یه زور نداشته باشی پامال. واسه در این طبیعت جهانی پاماله.